دوست دارن باز کردن فرمون BMW 530 رو بدونن چطوریه، ما تو این کلیپ رایگان بهتون آموزش میدیم. قسمت پایین فرمون یه سوراخه که اگه پیشگوشتی 2 سو فشار بدین ایربگ در میاد که دقیقاً پیشگوشتی به این اهرم‌ها فشار میاره که ایربگ باز میشه. و برای اینکه ارور ایربگ نده ماشین، باید سویچ رو ببندید و خاموش کنید ماشین رو، بعد فیشای ایربگ رو در بیارید و یعنی ارور ایربگ میده و باید ماشین بره دستگاه دیاگ بخوره. یه پیشگوشی 2 سو فیش ایربگ در میاد، با یه بوکس 19 پیچ وسط فرمون باز میشه. و با یه چپ و راست ساده فرمون باز میشه.